کجای راست باید همونجا رفتن میگه. تو با این گپا چی گفتن میخواهی فرخ؟ با کجای راست باید به همونجا میروم. تولی قدمی رفتم را با تو حسابات دهم. با کجای خام به همونجا رفتن میگیرم. گفتم تو مرا دیوانه کردی. دیدت ها؟ حالتی پدرت رو دیدی ها ملیس؟ چقدر تغییری افته است. نه مرا انیق فریب میکند. آخر با پرهیز گذشت، ورزش، لباس، یگان مرد برای خودش اینها رو نمیکند. انیق مرا فریب میکند. انیق مادر سبسته نگوید. یعنی شما کمی واهمه میکنید. اما کم تنها استیلش رو دیگر کرده است. نباشد همان امکم است. من واهمه میکنم. چل واهمه؟ نه حالی جان این خل رفتن گیرد یک جایه پرونده جدا شدی میکشیم. انا میبینی. خدای توبه. پدر جان. دخترم. ای پدر جان، آخر شما بسیار تغییر افتادید. در این روزها طرز و نمودتان دیگر شده است. با من راستش را گویید، با یگان کس نزدیک شده ایستادید. نه عزیزم، چیزی نیست. چیزی تغییر نیافته است. تنها لباس بنده را میپوشم. پدر جان لطفا. بین میگویم اما در بین خودمون میموند. مایلش بسیار حیران میشوی لیکن تخمین کرده نمیتوانی. مصلحتگری من داملوزیا است. تو هیچ حیران نشد دخترم؟ یعنی داملوزیا. بسیار حیران شدم پدر جان. با من در حقیقت سورپریز شد. از داملوزیا انا همین رو انتظار میشم. با جای داملوگی کردن مصلحت میدهد. کارش رو کرده به هیچ کس اقلا معلوم نمیکند. سوپر قهرمان هیچ کس از دست من خلاصی نمی‌یابد. انا ای سبا کودکی کیسی؟ مرا گوش کن. اپای سیوال رو غم نتکی. سیوال جان کودک تو را ناراحت میکند؟ چه خیلی ناراحت؟ تو چی میگویی؟ کاری تو چی؟ در اصل تو ناراحت میکنی. از برای خدا یک بار یک گپ شیرین رو شنوم برویم زده تمام حسیاتم را پایان میکنی. مرا گوش کن. اگر پدراغم دی گوشهایت را میبرم. من سوپر قهرمانم. از سوپر قهرمان هیچ کس اجازه ندادم. سوال جان آخر پدر و مادر این کودکی باشده. هر چیز زودتر آنها رو یافتنم لازم. اپا جان هیچ چیز را نمیفهمانم. نمیدانم کجا شد، با کجا رفته باشد. سعید جان برادر این بدبختی داملو عظیم هم با ما تاثیر کرده؟ چه بدبختی شوکت؟ خطای تو بود. با چشمانم اشاره کردم نفهمیدی. ابا شما یکجا میدونم که لیوین در همون جای اخیر ترم کشمو نفهموندی. چیش گفتی پش گفتی عیبی ما چی؟ اما حقیقت بود. فهمالش مرا گوش کن. من اکنون با بیمارخانه رفتم نمیتوانم. از همین سبب ایمان رو تو نگاه میکنی. درباره پول داری؟ یا دوستم دارم برادر. در هر جا نبرار آخر این چی گفت؟ از کجا دارم من؟ با من پول در کار نیست. تو این رو برای ایمان صرف کنی. اگر یکان کم بودی باشد حل کن. مایلش برادر. من از تو قرض دارم. تمام. چی؟ من از تو قرضدار گفتم. تو چی میگی برادر؟ برادری برای همه قدر روزه. تو دیگری خیلی نکن. امام را خوب نگاه کن. مایلش. تمام. تو راحت باش. امام با عهده من. خیر تو بازی. مایلش تو بازی. آی ناعهده برا شخص شبهناک به پیش چشمم میاد اما تو او را از دست میدی ها؟ آخر سردارم دل مرا میرنجانیده. دعا کن که نرنجانم. از اینجا دف شو از نظرم دور شو. رو تو حالا هم در این جایی. دف شو. با این چی گپ است کمیسر؟ حالا با درون ندار آمده داد و وای میکنید که اینجی هست؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟
خوش باشید کمیسر. سفسطه نگوی. چی کار داری؟ این کالتاکیلاس یک خواهر داشته است. خواهر داشته است؟ بله، ما بویگیرهای خیلی خوب داریم. خواهش میکنم کی بودنش را به من گویید. معلومات هواییز و خواهرم به دست قانون دیوانه افتاد، حیات او در خطر میشه. برادر، ما درباره خواهر کالتاکیلاس یگان معلومات نداریم. ندارید؟ نه، اگر می داشتیم هم نمی گفتیم. معلوم است که از من چیزی را پنهان کرده ایستادید کمیسر. هر دوی ما با کالتاکیلاس قصد داریم. ما باید همکاری کنیم. بیا. سلام. مرا در خاطر دارید ندارید نمیدونم. اون درباره اکرم یگان معلومات پیدا کردید. بسیار خواطر شدم. خفه نشوید، این خیلی ناراحت کردم. اکاتون؟ بله. اکاتون وفات کرد. چی خیلی؟ متاسفانه اکاتون وفات کرد. چی؟ کمیسر، ما با شما گپ زده بودیم. اکات زنده است گفته بودید. چخیل وفات. کمیسر، شما دروغ گفته ایستاده ایدم؟ آخه وقتی که ما هم شنیدیم در حیرت افتادیم. خانم بطول، دردتون رو میفهمم، اما در این در همدردی میکنم. ولی حقیقت همین است. این هم بینید، سراغه مزاری که او را گور کردم. چه خیر شد؟ از دستمون دیگر هیچ چیز نمی آید. تقدیر می بوده است. قسم با تو کمیسر. آفرین با تو. این چه خیلی رفتار است کمیسر. آدم باید با اندیشه گپ زند. عیب است آخر، عیب. خدا رحمتش کند خواهر جان. این کار چخیر شدن؟ چخیر شده؟ چخیر با من گوید. ماشین زیر کرده است. چه؟ صدمه نقلیاتی. باور نمی کنم. این خیر شدنش ناممکن است. ناممکن است. ناممکن است. خدا گناهش را ببخشد خواهر جان. غمگین نشوید خواهر جان. با شما صبر جمیل. خانم خوب هستی؟ کجونی من چه خیر شده است آخیر. چه خیر. خانم بتون، اگر خواهید یکم کارگرمون شما را تا خانه‌تان وصل کنید. لازم نیست. تو اینجا چرا انتظاری؟ کار دیگر نداری؟ چرا بینیت را به کار دیگران میخلانی؟ من او را دلبرداری کردم. دلبرداری؟ گوش کن کنان، با تو گفتن که کمکت نمیکنم. من خواهر آن کالتاکیلاس را میابم. تو کمک کنی هم نکنی هم. خدا رحمتش کنه. مرد؟ حال مرد؟ بله. امک جان. راستیگر من فهمیده بودم که آخران روزاش مونده بود امام. شکر خدا مرد. خدا رحمتش کنه. شکر که برادر، شکر که.
این کیست؟ عزم بلور. عزم بلور امتی من است، اما این آدم امتی من نیست. نمیدونم برادر، از فکرم نامشون مانند است. امت در آخر از جراحی کردن دست کشید. خوبم من برادر من به عملیات احتیاج ندارم. ایش بکنم مرم مرا شوید. گذارید. مرا جماعت انتظار است. مرم شوید. برادر مرا گذارید. جماعت انتظار است. مرا آخر بهتون چی شد اپا؟ بتول چی شد دخترم؟ زود آب بیار. چی شد دختری زیبایم کنی بگو چی شد کنی بگو عزیزم. بتول مرا غمگین نکن بگو. آب نوشید اپا؟ کنی بینوش عزیزم. شیرینک چی شد دختری زیبایم؟ اکا با اکا چی شد؟ اکام وفات کرده است. اکام وفات کرده است. اپا با کجا میروی اپا؟ عزیزم دخترم. فرمایید. استاد با سرم یک چیز اومد. یک دقیقه. اپا جون آرام شوی. بتول برداشتن نمیتوانم دامونم التماس کمک کنی. با خانم بطور چی شده است؟ بیا دخترم. بیا عزیزم. خوب هستی دخترم؟ چی شده است؟ اکاش وفات کرده است. اکاش وفات کرده است. گویا از نو زنده شدم. گویا حیات را از نو آغاز میکنم. بابا زهرا خدا جانم به دست افتادم. زهرا باید سیاد شدنم را نفهمد. بابا جان با شما چی شد؟ خوب هستید بابا جان؟ خوبم دخترم خوبم. نترس. یگان جای ترسش نیست. هوا خوب بود. کمی مشق بدن کنم گفتم. ناراحتیم اجازت نداد. خورسندی فاتحه را کمتر واهمه کردم به فکرم. بابا جانی من چه شما مرا ترسان دیدین رو نمیدونی. یگان جای ترسش نیست. اگر خواهی به خونه رو من کمتر گردم میآیم. نه بابا به هیچ کجا نمیروم. یک جا به خونه میرویم. خیلی میلش کنی دستم رو دار. آهسته. خوب هستید نه بابا جان؟ خوبم آهسته. اوه بابا جانو که من چی شو؟ خوبم آرام شو دخترم. اپای بتو اینو به شما کی گفت؟ پلیس گفت. این حادثه چقدر رخ داده است دخترم؟ ماشین زده است. من اکم رو ندیدم. اکم از من جدا شد. وفات کرده است.
اپا جون، اپا خوب هستی؟ انا همین خیلی شوکت خواهرم برای من غمگین شد. من باشم خاموش رو تماشا کرده ایستادم. هیچ چیز گفتن نتوانستم. از دست دیگر چی میآید برادر؟ باید بیاید. از دست من یگان چیز باید آید. وقتی که برای من غمگین شده ایستاده است گویا من هیچ چیز نکرده ایستادم. خیلی چیکار کنیم؟ یگان راهش رو میدونی؟ این خیلی نمیشود. همش رو رفته میگویم. برادر این رو پیشتر با تو گپ زده بودم. اگر کنعان دیوانه شنود آن وقت چیکار میکنی؟ کنی گپ زن؟ نمیدونم شوکت. یگان چاره‌اش رو مییابم آخر. من کمتر تنها ماندن میخواهم. خفه نشم. برادر هیچ چیز نیست. من خوب هستم. امام چی خیلی است؟ سرم این خیلی نگاه نکن. سوال عادی پرسیدم. امام چی خیلی است؟ جواب ده. خوبه، سوزه، تنجه، نغزه، 100%. خیر نباشد. سلامت باشی. در این حالات گفته نمیتوانستم خیر. مرحمت دومولو. شب بخیر. شب شما هم بخیر. با مغازه‌تان رفته بودم. پوشیده بود. خانم بیتول رو امروز در اون حالت دیدم. خاطر شدم. خوب است؟ چی خیل شود دخترک؟ ساعت ها شد گریه دارد آخر. ای دومولو، بخشش زیاد از غم و اندوه به درون دعوت کردن رو فراموش کردم. مرحمت کنید. مرحمت کنید دومولو. سلام علیکم. سلام خانم بیتول. سلام. یعنی باور کنه در این حالت ها چی میبینم ما یعنی از خبری درباره اکاتون گرفته پر را از درستیش باوری حاصل نکرده خودتون رو اینقدر غمگین نکنید. نفهمیدم. یعنی شاید یکون خطاگی شده است. این خیلی چیز می شود. به هر خبر باور کردن لازم نیست. باور کنید برای تسلی دادن نمیگویم اما یعنی وفات کردن اکاتون از کجا معلوم است؟ جسد اکاتون رو با چشمان خودتون دیدید؟ نه ندیدم اما من خبر رو از پلیس گرفتم. چقدر خطا بودم میتواند که پلیس هم گاها خطا کردنش ممکن. چه خیل؟ همه خیل. چرا نشود؟ در حیات این خیلی چیزها می شود. گوش کنید خانم بیتول میگویند که بعضا دیلم میگوید گفتن دل من وفات کردن اکاتون رو نمیگوید. التماس دل شما هم نگوید. گوش کنید خانم بیتول. با فکر من اکاتون در حیات است. میبینید و میگوید که بیهوده غمگین شدم. اکم کاش که یک بار میدیدمش. یک بار. سعید جان تو اینجا چی کار میکنی ها؟ نازش را بین. پسرم چی میکابی؟ اینجا خنک. مرا گوش کن. تو حالا با مغازه رو بیخواستگیت رو بخور. اپای در اونجا بوده رو بگوی که پول اینها رو دامولا میده. من حل میکنم. مایلش نه
یا خدای توبه، این چه خیلی کودک است. مایلش میگویی مایلش نمیگوید. یه خیر دیگر چیکار کنم؟ سلین چه خیلی می نمایم. خوب هستم؟ اولی جانو بستی عزیزم، اولی جانو. خیر این آدم کجا شده؟ من از کجا دانم؟ نامش عاطف بود، آتش بود، چی بود؟ بله عاطف. زورا جان گوش کن، این کار برای ما بسیار مهم است. میدونم سلین جان، برای من هم این مهم است. تا این دم بار وزنی شرکت را بابایم میبرداشتند. اکنون میخواهم که مسئولیت را بیشتر خودم به دوش داشته باشم. زورا اگر این کار برار گیرد خوب برای ما شاهانه میشود. ای مایلش سلین جان، مرا بابایی من انداز. دخترها ماشین آقای عاطف آمد، کمی بعد در اینجا میشود. زیاد در هیجان داده شد. آرام شد. تمام آرام شد. انشالله کار ما برار میگیرد. انشالله. البته برار میگیرد. مرحمت سلین. خوش آمدید. خوش باشه. سلام آقای عاطف، خوش آمدید. سلام. آقای عاطف، ما بسیار شرکت جوان هستیم و همه من چون این کار آغاز کردیم با هیجان فعالیت کرده ایستادیم. حجت‌هایتان را تحلیل کردم. بسیار شرکت جوان با موفق بودید. تشکر زیاد. تشکر. میخواهم لایحه را شما گیرید. از کاتبه پرسیدم شرکت عائلوی بوده است و باوری دارم که موفقیت کاری از عائله خوب بودنتان درک میدهد. چه گفتنم را فهمیدید به فکرم؟ زهرا فاتحه شده است. شوهر شوندهش بیاید می شود؟ شوهر شوندهش؟ بله. بله. معلوم که به نزدیک عائله برپا میکنید. این قصد که کارهای خوب را به دست میاره. الله اکبر. الله اکبر. سمع الله لمن حمده. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. آمین. یه کودک تو دیوانه مگر چیکار بکنی؟ زود اینجا بیا و تو بگویم. آقای رئیس. یه کودک یه پدر لعنت اینجا بیا. اینجا بیا و تو بگویم. شده بابا چه میگی کودک آخیر؟ کودک باشد کودکه شد. تو ندکه خلیل و درونت بیا شیطان در آمده است. ندیدی در نماز چیکار اینجا بیا. آقای رئیس خیلی گپ زده ایستاده و کودک درونش شیطان در آمده است میگویی. حالا کودک است آخر. اما دومولا چه ها کرد؟ من به این سن سال آمده می خیلی کودک رو ندیدم. با بالای بر آمده میانم دردمند بود. حالا باشد بسیار دردمند شد. گوش کنید آقای رئیس، من از این دفتر یک حکایت خواندم. پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم وقتی نماز خواندن حضرت حسن و پشتش میبراید. کودک نافتد، کودک رو داشته راست شدند. بعد از اون به رکوع رفته به شکلی که کودک نافتد گفته به زمین گذاشته است. نمیدونم دیگر یگان گفتن لازم است. این حال کودک است، این خیلی نکنید. بله دومولا بله راست بگو. من خیلی رو گفتم. زهرا جان چی رو فکر کرده ایستاده ای؟ چی رو فکر کنم سلین؟ خوراک رو فکر دارم. یگان چیز گرفتن لازم. دخترها بیکارت باش ماشینم. بیا بشین. خوش دخترها بابا خوری تیار هستید؟ تیاریم سمی جان. عالی جناب. چه خیلی که شنیدم مشتری به عائله بسیار اهمیت میداده است. بله ما هم از این سبب دامولوزیو رو به خوراک دعوت کردیم. دامولوزیو رو دعوت کردید؟
زهرا همراه دامولوزیا با این آدمون واخوری میکنی؟ بله با دامولوزیا میکنم. دامولوزیا چی کم بودی داره؟ آخر خودت گفتی که چی میشه و دامولوزیا رو با واخوری دعوت میکنی؟ آن آدم شخصانی که در اروپا کار و فعالیت کردن میفهمی مگر این خیلی میشود؟ بله میشود سمی جان. این آدمان اگر امام مسجد بودن دامولوزیا رو فهمند در حیاتشان با تو همکاری نمیکنن. همکاری نکنند؟ آخر دنیا نیست کو؟ زورا جان یعنی آخر دنیا نیست اما آخری فعالیت کاری گفته میتوانم. آخر این خیلی مشتری دیگر نمیآید. لطفا سرسطا نگویسید. علاوه بر این زیا شخصی است که در کجا چه خیر رفتار کردنش رو میدوند. جماعت از بین شما یکون کسی این کودک رو میشناسند؟ محیلش رو میدونید؟ جای زیستش رو، سراغش رو؟ نه نمیدونم. دامولا یکون بار میبینم او رو نمیشناسم. با شعبه پلیس خبر دیم اومده کودک رو گیرن دامولا. رج خیلی گپ میزنی آخر سرم ایست. بچه رج شعبه پلیس گفتید کودک گوری. آخر دامولا اگر هیچ گپ نگوییم دیگر از اینجا نمیرود. آخر چی میشود؟ کودک خورد است نرود یکون ضرر دارد. بیاید آخر اویله کودک رو یافته خودت جمع شد. ای بچه ترسوندیش. کارمون اصل و برار نمیگیرد. یعنی اگر فوتش شده تو رو آنها فهمند که امام مسجد است. کارمون خوب رفته ایستاده است. تو نهایی هم میشود فهمیدی؟ اگر برای شرکت واخوری مهم نمی بود من نمی اومدم. خیر میلش سمی همه یک جای رفته ایستاده ای. بیایید همین دامولوزیا رو جک نزنیم. نمک بعد از لیونت چهارشنبه باز این سمی احمق با سیلین چسبیده ایستاده است. نه اکا نه آنها یک جا کار میکنند. با فکر من از این سبب با همدیگر بحث کرده ایستادند. آنها بحث ندارند، صحبت کرده ایستادند. درست گپ زن. گپ زدن رو یاد گیر فهمیدی؟ تو مرا اصلاح نکن گفتم. گوش کنید حیوانها، حاضر هر دویتان را جزا میدهم. آن را تشویق کار میگویند. فهمیدم اکا. خیلی میلش نمک با من نگاه کن. کمی رفته یک گوش کن که آنها چی میگویند. فهمیده بیا اگر آن احمق با سیلین چسبیده ایستاده باشد شرکتی آنها را میسوزانم. رو درباره آمدن زیاد دیگر یگان سخن شنیده نمیخوام سمی. از دو سر برای نقاب زاغی سیاه را پوشیدنت هنوز نبخشیدم تو رو. زاغی سیاه؟ چی احمق زاغی سیاه بوده میتواند؟ این را بینه سمی زاغی سیاه. وای بیشرفی سمی وای. معلوم که زاغ سیاه توی های نمک. اگر این احمق زاغ سیاه باشد پس کلتکل از با زاغ سیاه یک آدم نیستم. همه بینید می رود. از پیر شوید. این را گم نکنید. زود این دیوانه از من چی میخوادم؟ پولش رو دادم کو. از پیشش در آمده او را من کن. من کن زاغیسیا من کن. ای زاغیسیا من کن. یک طرف دیر باشیند را. کی اکا؟ نمیفهمی من با تو بگویم من کن. اکا من زاغ پاک نیستم آخه. ای حیوان تو در اینجا رای گریز نداری. من تو را محو میکنم. یک طرف ایستا. با خدا این دیوانه اگر من رو دستگیر کنم میکشد. زبان این را تنها دامولوزیا میفهمم. دامولوزیا با کجا میرده؟ با کجا میگریزی؟ ایستا. این با کجا رفته ایستاده است؟ با کجا میرود؟ او را دستگیر کنه. اوی احمق کجا میرود؟ با مسجد میرود اکا. چی میگویم؟ با خدا. ای نمک این کو بسیار با عقل است. چرا میدونی؟
با کجا رفتنش رو فهمید. راست با تا بود. کنی رفته؟ زاغسیان در کجایی؟ اکا در درون نماز خوانده ایستاده است. نماز میخواند؟ بیرونش براریم اکا. تو چی میگویی تایلاق؟ مگر از مسجد آدم را بیرون میکنند؟ عقلت را خوردی مگر؟ اکا گوش کن، در حقیقت نماز نمیخواند، از ترسش میخواند. با آدمی با ایمان و با توفیق مانند نیست. دروغ کرده ایستاده است. او را بیرون براریم اکا. پسرم دروغ هم باشد از مسجد آدم را بیرون کردن ممکن نیست. داملوزیا را انتظار میشیم، از او میپرسیم، بعد از گفته او حرکت میکنیم. دیگر خیل نمیشود. چرا این قدر زیاد میخواند؟ کی تمام میکند؟ اکا او فهمید که ما او را میکشیم. تمام نمازهای قضاییش را خوانده ایستاده است. بشرط گوش کن نمک، از پشت ما با آن دنیا بیگناه نروند. اینه کمی خیل میشود. این چی خیل نمازی تمام نشونده است؟ زاغیسیا زود برا، برا زودتره. آخر کمتر پس با خدایت میرسی. برا آرس، من از گرسنگی مردم. پسرم رفته از آن مغازه شیرینی ها یگان چیز بیار. زودتر. مایل شکر. اکا من با تو گفتم نماز این احمق نماز نیست. این احمق ما را فریب میدهد. این خیلی زیاد شده میسته ما. نمک گوش کن، مرا عصبی نکن. من با تو چی گفتم؟ این موضوع تمام میشود. داملوزیا را انتظار میشیم. از روی فتوای داده داملوزیا حرکت میکنیم. بیشتر گپ نزن. من هم خورده ایستادم. این کنعان در اینجا چی میکنه؟ آقای کنعان؟ بابای داملا، یک سوال دارم. داملا، از مسجد آدم را بیرون کردن جایز است؟ آقای کنعان چه سوال است؟ ما کوشش داریم که با مسجد آدم بیاید. شما باشید آدم بیرون کردن جایز است میگوید. آخر داملا زاغیسیا با مسجد در آمد. کی؟ این سمی احمق است. زاغیسیا او بود است. در مسجد با طوری دروغ نماز میخواند. یا خدا. آقای کنعان، حضرت مولانای بزرگ چی گفتند؟ کسی باشی نباشی بیا گفتند. آخر با شما چی؟ از دروغ بودن نبودن نماز این آدمی به مسجد آمده رو بیرون کردن ممکن نیست. میفهمی؟ گناه است. بابای داملا، شما راست میگوید. با حضرت مولانا بسیار حرمت داریم و یعنی این دفعه از گفته او برایم. آخر هوا را بینید با ما هم وزنین است. خونو خوردیم آخر داملا. با خدا آقای قنون چخیلی که خواهد از مسجد آدم رو برآوردن ممکن نیست. لطفا نکنید این کار رو. خیر بابای داملا، از حولی بیرون کنیم چی؟ آقای قنون از حولی هم نمیشود. مایلش حضرت. بابای داملا، آخرین سوالم را پرسم. این با مسجد 50,000 کمک کرد؟ نه کمک نکرد. حیاتی این دروغ است. خیر مایلش حضرت. خیر در پناه خدا از شما راضی باشد. خیر سلامت باشد حضرت. نبین وای مرغ برآمد. او را داشته بیار. روزتون خوش باد. آفرین با تو. آفرین محترم. ای سمی احمق رفته زاغل سیاه منم گویی عاقبتت همه خیل بشه. دامالا خدا انشاءالله قبول میکند. انشاءالله. روزتون بخیر دامالا. روز شما هم بخیر. خدا گناهایش رو میبخشد انشاءالله.
ایستاد شاید منجو یکم گپ نزن پورا یاد میکنم پیش طرف بیا داملوزیو بیا اینجا در را گفتم اکا جونی من چی خیلی خوش آمده خوش باشد منم از پسی داملوزیو نماز خواندم داماد را گیر برادر خوش آمدی؟ خوش باشی. با کجا این خیر؟ کمتر هوای تازه گیرم در خونه زنو کن گیری. خوب. تو چیکار کردی؟ قرار را دادی؟ من به طول میگویی؟ با خدا نمیدونم شوکت. از عهده این کار برآمدن نتوانستم. خواهرم باید با یگان راه زنده بودنی اکاش رو داندم و چخیر. برادر راست میگویی و چخیر؟ میبینیم خیر. با یگان راه حل میکنیم. خیر تو را. مالش برادر. یگان چی در کار نیست؟ نه. خیر مالش یگان چی در کار شد زنگ زن. تا بازدید. اینش رو بوشه. اینش سیبو طرف نظر باویش. آی من در برای خوراک شام برای زیا گفتن فراموش کردم. اوف زهرا اوف. خانم ملیس گوش میکنم. داملوزیو با شما درباره یک چیزی مهم گپ زدن میخواهم. درباره چی صحبت کردن میخواهی؟ به کجا دخترم؟ بابا جان به زیا یک چیز را گفتنی میروم. رو باشه ورشوندت باش. جوان ها مرحمت خانم ملیس شما را گوش میکنم. داملوزیو احتیاط کردنتون لازم است. آشکارا کرده ایستاده اید. حقیقت دیر یا زود آشکار می شود. لطفاً دقت دهید. آشکارا؟ شما چی گفته ایستید خانم ملیس؟ داملوزیو گوش کنید. از من با شما ضرری نمی رسد. به هیچ کس نمیگویم. من با زور و اویله‌دار شدنتون رو میخواهم. به خوشبختی حق دارید. لیکن این خیلی رفتار نکنید. لطفاً دقت دهید. بسیار راحت هستید. خانم ملیس من به چی دقت دهم آخر نفهمیدم. در اصل به چی دقت دادنتون رو خوب میدونید. داملوزیو من علاقه همه چیز رو میدونم. اما نترسید. من طرفدار شمایم. مگر این داماد ساخته بودن را فهمید؟ آخر خانم ملیس گوش کنید. همون قدر مرکب گپ زده ایستادید که یعنی سر من گیج شد. کمی بسیارتر این را شهر دید. حالا هم گویا هیچ چیز رو نفهمیده است. دامولوی ساختکار. داملوزیو گپ هایم را گفتم با دقت باشد. میلش لطفاً. تا بازدید دامولو. تا بازدید. دامولا با ملیس چی گپ زدی؟ به فکرم از ما شبهه دارد. چی آخر؟ ساخته بودنی آیله دوری همون رو. انا درباره این گپ زد. این رو از کجا فهمیده است؟ با خدا نمیدانم. چی گفته دخترش؟ یعنی آشکارا نگفتم و آخر با من باور کرده میتوانید گفت. از من ترسیدنتون لازم نیست گفت. من به او باور نمیکنم آخر. خیر میلش. من حالا چنین فکر دارم که اگر با یگان کس میگفت آمده با من گپ نمیزد. ما با هر حال آرام باید باشیم میلش. اگر آرام نشود ملیس لازم نمیشود. زهرا جان تو در اینجا بودی؟ من با داملوزیو صحبت کردنی بودم. اما اگر اگم صحبت شخصی داشته باشد. نه امک جان من هم برای چی آمده بودم آخر؟ زیا جان به خاطر روش یافتن آینده شرکتمون ضیافت داریم. شما را همچون فاتحه شدن با آنجا دعوت میکنم. مرا همراهی میکنید؟ با خدا زهرا من زیا لطفاً ناراضگی نمیخواهم. در حقیقت برای من مهم است. میلش؟
مالش این طرف که باشن من شما را انتظار می شوم. مایلش می آیم. تو بسید. امک جان بسیار زیبا می نمایید. تشکر زهرا جان، تشکر. تو بسید. تا بازدید. دوملا باشما چقدر رحمت گویم کم است. دست مبارکتون رو دیدک بسان. استغفرالله. آقای فاروق چیکار کردم آخر؟ باز دیگر چی میکنید دوملا؟ چشمونم رو کشودید. دوملا تمام مسئولهای گفته‌تان رو اجرا کرده ایستادم. بکار اومد؟ مگر بکار نامد؟ بعد این قدر سال تونیم با من رشد کردن رو آغاز کرد. با خدا برای شما خرسند شدم. تشکر زیاد دوملا. مثلا من تا امروز در هوش و خیال طولی نبودم. الکی بغیر از من هیچ کس رو فکر نمیکنم. پس ماشاءالله گویم ها؟ شکری خدا دوملا. عقل طولین نه به سرش در آمده است دوملا. امشب گفتم با بیرون میبرم طولین تلخ کف شد. اینه البته رحمت دوملا تا بازدید. خداحافظ. رحمت. این حاج خیلی اویله ایستادن. ای خوگی دشتی، حالا که تو را به جهنم روان نکردم در دلت چی گپی که داری بگو، شرم ندار. اکا جان قسم میخورم زاغ سیاه من نیستم. حالا من از سببی که با دوملو زیاد در یک جای استقامت میکنم از او بسیار تاثیرات ها میگیرم. یعنی هر وقتی که بر روی نورانی به نگاه میکنم دمات را گیر. اکا من الکی از دنیا علاقه ام رو تماما کنده کردم. من خودم رو به دین بخشیدم. خب توبه کن. و تو با این قدر دروغ هایت به دین هم ضرر میدی. دروغ در دل تو قرارگاه ساخته است. علاوه بر این به مسجد کمک کردم. گپ رو دراز نکنیم، خواهشت را بگو. کارو بار دارم، من زود باید روم. اکا جان من همش رو به شما اعتراف میکنم. حالا مافیا روس‌ها چون از خفای من هستند، زهرا باشد دوستی دیرینه اویله ما. یعنی من زاخی سیاه هستم گویم و من پول قرض میدید گفته فکر کردم. اکا تماما نیتی خوب داشتم، یگان نیتی بد نداشتم، قسم میخورم. وای بیشرفی، وای بیشرف، وای. آراز این سگی کوچه را بیرون کنید، دیگر او را دیدن نمیخواهم. فهمیدم. دستم را کش آراز. اکا رحمتی کلام با شما. برای کار گفته رو من از اینجا هم مایل است. من رفتم. بای بای. اکا من به این هم بازاق سیاه بودن این احمق باوری نداشتم. کالت کلاس بودنش باشد غیر امکان است. نمک تو در نزد من اینقدر سفسطه گفته مرا عصبانی نکن. تو این کله دمد را برای یافتن خواهری کالت کلاس استفاده بر. چیکار کنیم آخر اکا؟ من از کجا دارم چیکار میکنی؟ برگم شد تایلان. مایلش کن. استاد هجری سوال نپرس، حال به سوال جواب دادن رو نداره. استاد من سوال پرسیدنی نیستم. دیدم که با مغازه شیرینی ها آمده، از همین سبب آمدم. اکی خانم بیتول وفات کرد که همه به قبرستان رفتن. این را گفتنی بودم استاد. تشکر، سلامت باش هجری. مگر من با تو این خیلی روبرو نشدم اکا جان؟ اگر من تو رو این طور آغوش میکردم چرا مرا گذاشته رفتی؟ مرا چرا پرداخته رفتی؟ چرا پرداخته رفتی اکا جان؟ چرا رفتی؟ بیتول خواهی عزیزی من، تو رو هیچ گاه تنها نگذاشتم. دایم در برت بودم. من چیکار کرده ایستادم؟ دختر از گریه هلاک شد. من باشم مانند ترسو پنهان شده ایستادم. همش رو با او میفهمانم. اکا جون،
خودت رو بدست خدا به شما صبر جمیل دهد رفا. الو تو چخیل وفات کردن مرا با خواهرم گفتی ها؟ کلپ کلاس؟ تو را آگاه کرده بودم. چی کار میکردم؟ مجبور شدم. من هم به بیتول اگر وفات کرده از گفتم نمیخواستم. وقتی که بیتول اومد کنون در اینجا درباره خواهرت از من معلومات گرفتنی بود. با او چی گفتی؟ خواطر نشو و کنون دیوانه هیچ چیز نگفتم. وعده دادم وفا میکنم. یکم آدم فرستادم. به خواهرت میگویم که اگر وفات نکرده است خواهرت را به این کار همراه نمیکنم. اما دانسته باش که از پس تو هستم. کلپ کلاس تو عائله مرا پراکنده کردی. قصاصش رو از تو میکنم. تو رو دستگیر میکنم کلپ کلاس. ببین لبای سردارم بگو بعد از کار با محله رو بیتول را یافته گوی که اکاش وفات نکرده است. با چشم سردارم. لبای خانم زهرا نه خفه نشوید. من امشب به خوراک شما آمده نمیتوانم. زیا جان آخرین خوراکشون برای من بسیار مهم است. میفهمم و یک کاری تجلی برام خفه نشوید. مولا شما خوب است؟ اوضاعتان اونقدر خوب ناومده است. دست مشکلی داره؟ نه یگان مشکلی نیست. خوبم. خیر نباشد مالش دیگر چاره نیست. پس تو بازدید. چرا این اونال برای خبر دادن آمده ایستاده است؟ با کار برآمدن دامولوزیا بسیار غمگینم کرد زهرا. اما وضعیت این شانس موفق شدن ما رو باز زیاد کرده میتواند. تو خب که زاغی سیاهی ساخته؟ در اصل اگر دامولوزیا می اومد شانس موفق شدن ما بیشتر میشد. زهرا به این سخنت باوریم نمیآید. امیدوارم که ماشین بسیار نیست. حالا وقت است خواطر نشه میرسیم. دخترها خواطر نشوید. امشب همش زیر نظارت من است. این رو بینه با زهرا هم عیب شد. خواهرم را در این حال گذاشته آمده نمیتوانستم. چرا حالا هم برای خبر دادن نمی آیند؟ لیوینت خانم بیتوله سلام. سلام. دیروز کمیسر اونال به شما گفت که اکاتون مرده است اما اشتباه شده است. اکاتون زنده و سلامت است. چه خیر؟ یعنی اکاتون وفات نکرده زنده است. در حقیقت درست میگویید؟ البته که راست است به خدا. کمیسر اونال حجت اکاتون رو با دیگر حجت آمیخته کرده است. من باشم برای خطای اکایونر از شما بخشش میپرسم. اپای بیتون خدا از شما راضی باشد. خدا را شکر. تشکر زیاد. سلامت باشد. نمیرسد. شبی خوش. با شما شبی خوش. خواهری عزیز وقتی که بیتول خبر رو شنید آنقدر خرسند شد که شوکت یک میدیدی با خدا قریب دویده رفته آن لیرنت رو آغوش میکرده. عزمی بلود کی؟ چی میگو؟ کی؟ داملا عزمی میگویم. خدا رحمتش کنه. داملا عزمی میگویم. حاضر دیدمش. در کجا دیدی؟ ابشد سفسطه نگو. با چشمانم دیدم. وقتی که ما را دید پنهان شد.
برادر گوش کن، میفهمم وقتی آخر پرابلم‌های زیاد داریم، چی خواهرت باشد چی زهرا باشد، بسیار در وقت مشکلی قرار داری، خیالی شده ای، سرت اومیخته است. من ترسیده ایستادم برادر. شوکت او رو دیدم، وقتی که من رو دید پنهان شد. برادر من مرده او را با چشمام دیدم، تو چخیل میبینی او را دیجا؟ چخیل مرده حاضر دیدم میگویم با تو. برادر این بطر کینوی خجش مزویستی نیست که بخیزه قبرستان بیایم مرد وای. من وقتی که از تو پرسیدم که دنبال چخیل است تو نگفتی که سلامت است. برادر این ناممکن است، وقتی که تو برامون رفتی او در بالینسه مرد، من تو نگفتم. چرا من او رو دیدم میگویم. برادر این ناممکن است، عروبه اومد دیدم که وای مرد، در بالاش سونی سفید بود، بچه همگیش بالای سرش گیریه کرد. مرم گفتم خدا رحمتش کنه، خیر خوش کردیم. گفتم برادر خدا رحمتی تو. انا دیدی؟ دیدی؟ برادر او در راه جوز. آخر با تو نگفتم که آدم نمرده از نمیبینی. برادر اگون دعا خون باز با قبرستان رواد اگون کار کن اگون دعا خون. چکل دعا تو دیوانه شدی مگر؟ بگیر از که میخرد. چرا اینها گرفته رفتن؟ خدایا توبه بغیر اینها در این محله دیگر کس نیست؟ عجبا با کجا رفتن؟ برادر سختی بد دویدیم، با فکر مورا دریا نکن. یا از اینجا میرویم، زود باش. باشه بیک کم تردم گیرید. این راه هم پس نکن. من بچه کم طرف گوشت ما طرف کن. دور شو، نزدیک نشو. برادر بیا چه شد شوکت؟ ایستا خوش بود. شوکت آخر این آدم چقدر بدبخت بوده است؟ بله این دفعه عمیق مرد. از دهانت یگان بار گپ خوش نبرآمد. مرا گوش کن. یا آخر به سرش کوزه افتید. مالش تو حالا ایمان رو گیر، کارها رو میدونی خیر؟ او را گرفته راست به مالخونه بر. مالش دکتران با من جوره شدن. بیا کنی؟ کنی آردم که رو برداری. من از زهرا برای خوراک میروم، تو این رو راست با بیمارخانه بر. برادر التماس خواته نشم، من خوبم، پروی مرا. مالش زود رو. چند کیلو باشم؟ بالینسه کدام طرف بود؟ اما چه دسته بگی چی که دستی؟ چه خیلی بود است؟ مکان با شما معقول شد؟ بسیار مکانی زیبا بود است. خوراکای با مزه هم دارد. اگر خواهید فرمایش میدهیم. اگر سید نباشید فاتحه شود اعداد را انتظار بشه میآید. سببی که کارش زیاد بود متاسفانه با ما آمده نتوانست. خوب نشد. با او بسیار شناس شدن میخواستم، زیرا ما همچون یک شرکت با این چیزها بسیار اهمیت میدهیم. همین خیلی نه آقای عاطف؟ حق بر جانب شما جناب. من هم باشم از این سبب سفر خارجه هم را قطع کرده در این خیلی مجلسی مهم اشتراک کردن خواستم. فراموش کردم که خودم را شناس کنم. خب سمیل مز فاتحه شده زهرایم. بله همین خیلی ما هم گفتیم نمی آید. بسیار غمگین شدیم. ممنونم. من هم ممنون شدم. مرحمت کنید. بله اینش خیلی باشد، هر سفیدشون می شود، از رویش این رو می پوشم. درست می شود که نبینیم. تمام شد. این شیم رو می پوشم. موافق است. زهرا جان خفه نشد. کمی دیر کردم، کار داشتم. تمام واهمه نکن، بیا اکنون رویم، هر چیز زودتر باش. رفته می رویم. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ برای موفق شدنت کمک کرده ایستادن. تویتان کی برپا می شود؟ در تو بیستون.
یعنی من میخواهم که توی در تابستان شود زهرا باشد عروسی زمستانی شدن میخواهد کمی ناراضگی هست همین خیلی عزیزم سمی بسیاری بد گذرانده شده برای موفق شدنت کمک کرده شدم اینها به عائله بسیار اهمیت میدادند اگر دامولازیو می اومد آخر همکاری نمیکردم با تو خیر او ناامد اگر من نمی اومدم در پیشینه شرمنده میشد خیر بود چیکار کنم سمی دهانت رو باش ناراحت نکن مرا خیر زورو جان کاری شدگی شد خودت رو به دست گیر شام بخیر السلام دامولازیو اشتهایتون دامولازیو دلا آمدند دامولا؟ دامولای مدرسه؟ نه امام مسجد یگان گپی خنده‌آور گفتم آخر لطیفه بسیار موافق بود از همین سبب جناب اما لطیفه نبود گپ انا در کجا بله جناب من دامولای مسجد هستم عین حال هرچند وقتی کاریم بود فاتحه شده ام رو تنها گذاشتن نخواستم فاتحه شده اتون؟ بله فاتحه شده ای من دامولازیو التماس با ما چیزی نگوید چی رو؟ بسیار خوب معلوم شما هم مانند زهرا و سمی فاتحه شدید ها؟ بله مرحمت کرده شدید؟ نه من ناراحتتون نکنم خدا حافظ تو بازدید عزیزم با اجازت شما زهرا جان چه خیلی که کارهایمون من رو گرفته ایستو در جشن میگیریم پیش خدمت خیر بمیشه من این رو با من نمی کردی زهرا تو این شب نه تنها زاغیسی‌ها رو بلکه دامولازیو رو هم از دست دادی چیکار کرده ایستاده اول زاغی سیاه شدم به نزدم آمدی روبرو شدی حالا باش از فاتحه شده من میگویی تو چیکار کرده ایستاده زهرا آرام شو آرام شده نمیتوانم تو عموما از من چی میخواهی من یگانیتی بد نداشتم فاتحه شده تو بودنم رو گفتم چون که چقدر مهم بودن این کارو میدانیستم میفهمی نکوسمی برای من کمکی تو تماما در کار نیست میفهمی از برای تو شده در نزدیدم برو شرمنده شدم من از برای تو شده دلی او را شکستم میفهمی تو چی کار کردی در یک کارخانه کار کردن ما ممکن است در یک خانه زندگی کردن ما ممکن است اما این همه با اون خاطر نیست که تو در حیات شخصی من دخالت کنی میفهمی دیگر به این کار دست نزن حالا اشتاد تو سمی همش عیبی تو شد حالا میبینی و تو نشان میدیم اکنون که بودن زاغیسی‌ها را فهمیدی من میبخشده باشد نمیبخشد یا خدا اوه سمی داییم از برای تو
یا خدایا انشالله میبخشد. دومولا زیا خانم زهرا دومولا من برای عمل این شب از شما عذر پرسیدن میخواهم. چرا؟ برای با اون سمی احمق بازی ساخته کردنتان ها؟ دومولا غضبی شوید همه روزی. کی؟ من غضبناک شدم؟ این کار ناگهان شد. من باید نمیگفتم و سمی یک باره گوش کنید خانم زهرا، مشکلی در سمی نیست، مشکلی در شماست. فهمو؟ با سمی فاتحه ساخته، با من ازدواج ساخته، این چی گپ ساخته همه چیز شما ساخته است. دومولا من از شما عذر میخواهم. گوش کنید، شخصی عذر میپرسیدگی باشد آن هم من هستم. فهمو؟ من باید با بازی ازدواج ساخته همراه نمیشدم. خفه نشوید خانم زهرا، من یک دومولایم. خیر دومولایم یک طرف، من انسان هستم. دومولا میبخشید من این رو با شما چند بار گفتم خانم زهرا، اما شما ما رو هیچ گوش نکردید. ما رو هیچ گوش نکردید. دومولا نکنید. گوش کنید، همه چیزی شما ساخته بوده میتواند، اما من ساخته نیستم. فهمیدید خانم زهرا؟ من حقیقت هستم. این بازی رو دیگر دوام نمیدیم.